سوالان ده انشاءالله خدا خواهد جواب میگردونیم، چونکه وقت بسیار نمیگیریم. با خدا فرصت یاد روزای خوب و شما عزیزان هم صحبت میشیم انشاءالله خدا خواهد. السلام علیکم داملای شیرین سخن، خوش آمدید به دهه ما. خداوند علم شما را باز هم زیاده گرداند. شما فخری مایید الحمدلله. البته الله علم تا زنده هستیم انشاءالله خدا خواهد و شما عزیزان خدمت میشیم. یکم درباره نماز تهجد فهمانده دید. چند رکعت خواندن لازم است در حاضر از ساعت چند. البته نماز تهجد عزیزان من با پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرض بود. نماز تهجد با ما انشاءالله امتا چی شد؟ انشاءالله مستحب شد. نماز ویتر با محمد فرض بود، با ما چی شد؟ واجب شد عزیزان من. چند چیزایی که محمد علیه السلام دا فرض بود مونده واجب شد. البته نماز انشاءالله خدا خواهد تهجد عزیزان من، یک خواه رفته خستن با تهجد میگن. شما بعد خدا خواهد انتهای نماز خفتن انشاءالله 1 ساعت 2 ساعت دم گیرین، بعد از وی خیزین انشاءالله خدا خواهد نماز تهجد برپا دارین انشاءالله خدا خواهد. نماز تهجد عزیزان من این نمازهای هست که انسان با مقصد اساسیش میرسوند. با ایشان سوال دادن، با ایشان نوریدین جان سوال دادن که استاد ما میشوند انشاءالله. سوال دادن که شما همین قدر علم از کجا یاد گرفتین؟ گفتن از نماز تهجد. بچه های عزیز حاجی مرزا را سوال کردن، حاجی مرزای عزیز نماز این قدر علم الله از کجا دادت؟ گفتن از نماز تهجد. بینید تمام عزیزان با واسه نماز تهجد با مقصداش رسیدگی هستن عزیزان من. البته خوانین انشاءالله خدا خواهد 2 رکعت خوانین میشد انشاءالله، چونکه علما گفتن برای عادت کردن اول 2 رکعت انشاءالله خدا خواهد، بعد تا 12 رکعت رسول خوندگی تا 8 رکعت خوندگی انشاءالله خدا خواهد. بعد سکه چیکارش میکنه؟ اضافهش میکنه. منو باور میکنه هممون در شب 1 بار 2 بار میخیزیم یا نمی؟ هوا خنک است. البته هم خستی که ساعت 1 از دست خدا خواهد 2 منوت نطارت میکنه الحمدلله. همین طارت تکون خدا خواهد انشاءالله 2 رکعت نماز تهجد خون با خواب تا بام داده. پیغمبر بزرگوار نماز تهجد میخوند، میگه با خواب میرفت نماز بام داد نه بام میخستن. همین یا که اگر مبادا نتوانی خدا خواهد انشاءالله سنی سحر 1 ساعت پیش از صبح خیزیم البته نماز تهجد بخون انشاءالله. بعضی عالما گفتن که مبادا اگر عموما بیدار خوابی طاعت نداشته باشی بعد نماز خفتن هم بنیت نماز تهجد خونی انشاءالله همون ثواب الله میداد است عزیزان من. مقصد اساسی ما و شما چون که الله سبحانه و تعالی در 3 شب روی دنیا میفراید عزیزانی من. خدا آسمانی اول می آید می گفت از کیا هستن که توبه کنن توبه هاشون قبول میکنن، کیا هستن که حاجت دارن، بانکرات هستی، قرض هستی، در قرض گوتیده رفتی، بے قدر هستی، بے قیمت هستی، خیز خدا خواهد شب با خدا ملاقات که تماس گیر، بردار تلفانی ما و شما چی هست میدانی؟ دستکات هست. حالی بعض جوانا دستا را در دعا برداشتن آردونیست هست. تلفانی مومن دستکاش هست. محمد دستاش میبرداشت، 3 خیل دعا میکرد پیغمبری بزرگوار. وقتی که در تنها میشیش به دیگریش میرسوندش، جامعه هم در دستاش کشاده میکرد. وقتی که از خدا یگان چیز میخواست دستاش بالا میکرد که صحابه میگن هر تا سفیدی تی کشی محمد ما مشاهده میکردیم. این سنت است دست برداشتن. برداری تلفانه که گو خداوندا کن تا امروز چی کردم بد کردم توبه کردم انشاءالله خدا خواهد. چی حاجت داری به خدا؟ شاهد تا با لینیا چی میشود؟ خالی میشود انشاءالله. تا هیچ کس نمیبیند، فقط الله میبیند. خلاص انشاءالله بخشنده است. گرچه گناهگاری، زناگری، دزدی، قماربازی، فالبینی، پرسنج کی گرده کن. امروز وقت است، روز می آید که این دروازه توبه محکم می شود. قیامت نزدیک شود، آفتاب از چی مشرق می براید، میانه آسمون آمده میموند، دروازه توبه بعد محکم می شود. بعد ملیون توبه که ملیون نماز خود بیکار است.
امروز دروازه توبه گشادگی است. امروز کرگیر عزیزی من. با شما بود صدای خدا. آمانه شدن را فراموش نکنید.